الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. البته محترم جماعت، الحمدلله به خدا شکر بیادت. الله سبحانه و تعالی فرصت داد، تنی صحت داد، خاطر جمع الحمدلله بیادت. به خدا بسیار شکرگزار باشیم. انشاءالله ما و شما امروز در عرفه انشاءالله خدا خواهد پیشوازگیری ماه انشاءالله خدا خواهد مبارکی انشاءالله رمضان است، اینم باشد. الحمدلله ما شما عزیزان خدا خواهد سخنی تبریکاتی ما به سر شما میرسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای ماه عالی قدر، السلام. السلام ای منبع جود و کرامت، السلام. السلام ای باعث خیر و سخاوت، السلام. السلام ای ماه پر لطف و لطافت، السلام. هموطنان عزیز، ماهی برکات ز آسمان آمد، صوتی خوش و قرآن و اذان آمد. تبریک به مؤمنان عاشق، بوی خوش عطر رمضان آمد. همه شمایان را به فرارسی ماه شریف رمضان از صمیم دل، از قلب تبریک و مبارکباد گفتم. با شما زندگی با سعادت و فیض و برکات روزگار را تمنا دارم. با همه شما خوشبختی و نیکرویی، موفقیت و برار و کامیابی ها در کار و زندگی، دل شاد، خانه آباد، بخت و اقبال بلند، وحدت و یک پارچه و تینجی و آرامی آرزومندم. به هر یکی ما و شما انشاءالله این ماه مبارک باشد. عزیزان من، پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند کسی که با آمد ماه مبارک شریف رمضان خرسندی اظهار نماید، شاد شود، غمگین نشود که ماه شریف اومد و ای خوردن و آشامیدن موندم، غمگین نشود، شادی کند، در چهرش تبسم، هر یک برادرش انشاءالله تبریک کند. البته یعنی چی میگد؟ ماه شریف رمضان مبارک باشد. شما میتونین انشاءالله همسراتون به این ماه تبریک کنین، پدراتون، مادراتون، خواهراتون، دادراتون، فرزنداتون، بلکه تمامی کل دوستانم به این ماه انشاءالله مبارک باد کنین و شاد باشین. پیغمبر گفتند کسی که شادی کند انشاءالله دوزخ برای حرام می شود. دوزخ برای کسی که انشاءالله خرسندی بیان میکند، شادی میکند، الله سبحانه و تعالی دوزخ برایش انشاءالله حرام میکند. عزیزی من، رمضان از 7 حرف عبارت است. بزرگان اسلام هر یک حرفش علاهیده معنی داد کردند. ببینید، رزق فراوان، کسی که انشاءالله خدا خواهد این ماه میگیرد انشاءالله فرمان الله شو به جا میارد، الله رزقش فراوان میکند انشاءالله خدا خواهد. عملهای خوب، یعنی در این ماه میگد عملهای خوب کن، از کارهای زشت و بد چکار کن؟ دور شو. عملهای فقط نیک کردن برادر انشاءالله حرکت کن انشاءالله خدا خواهد. مقصدهای نیک انشاءالله اگر یک ماه روزه از ترس خدا نیکن داری،
برای ریا نه، برای مردم نه. ولی بعضی ها روزه را خراب شوم، فلان شوم، برای سلامتی میگیرم، سلامتیم خوب شوه، فلان شوه نیست. این فرمان الهیه. الله سبحانه و تعالی فرمان داده برای ما و شما. سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. خدا چی میگه؟ ای آنانی که ایمان آوردین، کسی که ایمان داری روزه در گردن فرض است، به ایمان در فرض نیست. خدا گفت یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردین به یگانگی من و ایمان آوردین به روز قیامت که آمده نیست. انشاءالله خدا خواهد در آمدن قیامت یگان شک و شبهه نیست. فرض گردانیده شد برای شما چنانه که فرض گردانی شده بود پیش شما هم. این برای یک محمد نیست، از آدم کشیده الحمدلله تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم. این روزه هر سال یک بار، یک ماه چی است؟ فرض است، قرض است. کسی که روزه را انکار کند گوید که روزه دروغ است. این روزه برای اکونومیک است، گوید ولی اتیستا است. بدبختا اتیستا چیکار میکند؟ این روزه برای اکونومیک، برای سلامتی، برای فلان پیستان. این فرض خدا ہے. کی میتونه فرض خدا سرکشی کنه؟ کی؟ کافر میکنه فرض خدا که سرکشی. اگر کافر باشی ضد خدا کار میکنی. این روزه برای یک مانع انشاءالله خدا خواهد از آدم تا خاتم فرض بود. بعضی هاش در روایت ها خواندم 50 روز روزه میگرفتن. پیش از ما 50 روز روزه هم بدست. الحمدلله الله سبحانه و تعالی به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ ما شما 30 روزش کرد. من پیش از بدنی اثبات میکنم. روزه میگه 40 فرض شد. برای چی ما 3 روز روزه میگیریم؟ دو روایت دارد. یکیش آدم علیه السلام وقتی که الله چیکارش کرد؟ آفریدش در بهترین صورت. ما شما را الله در بهترین صورت کرده است. در تمام مخلوقات روی دنیا بهترین صورت ما هستیم. الحمدلله. جنت در آوردش. جنت نگفت همه چیزهای جنت برات حلال کردم مگرم ولا تقربوا الی هذه الشجره، همین درخت گندم در نزدیکی نکن الا گناهگار نشوی. آدم علیه السلام چیکار کرد؟ شیطان دور مد جنت با واسطه مار. دهنی مار نه دور مد، قصهش دراز است، قصه نمیگم. دور مد خلص کلام. یک ماما هوا مادرمون فریب کرد، گندم خوردند. وقتی که گندم ماما هوا خورد مجبورن آدم ده خورد. آدم خوردن بعد آدم خداوند براده در روی دنیا پرتافت. چون که خدا شرطش مونداد اگر همین در نزدیکی نکنی تو ابدی در جنت زندگی میکنی، ایلا اگر همین کار کنی تو جا چه گفت دوزخه. پرتافت باره برو دنیا ده. همین 30 روز گندم در شکم پدر مون داده. 30 روز 30 روز نه حلش داده، برای همین 30 روز در بالای مشمش داده فرض. دویم حجت، وقتی که خدا سبحانه و تعالی انسان آفرید، انسان را با علاهیده 3 چیز داد. عقل داد، ببینید، شرم داد، ایمان دادش. وقتی که خدا عقل آفرید میگه در بهترین صورت. عقل ما شما را مخلوقه، نفس مخلوقه، لیکن ما دیدش نمیتونیم. شکل و شمائلش گفته نمیتونیم کدام حالت است کدام صورت است. خدا عقل آفرید میگه، گفتش ای عقل پیشتر بیا. عقل میگه پیشتر 1 متر پیش اومد. عقل گفت عقیبتر برو. عقل عقیبتر برفت. و سوالش گفت که ای عقل تو کی هستی؟ من کی هستم؟ خدا سوالش کرد.
عقل همان مومنت آفریدگارش چیکار کرد؟ تن گرفت، گفت خداوند تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی تو هستم. خدا گفت من تو در بهترین انشاءالله مخلوق چیکار میکنم؟ گفت دادم، آدم دادش. من حیوان عقل نیست، حیوانات عقل ندارد، نفس دارد، خواهش دارد، فهم دارد، فراست دارد، عقل ندارد. اخد عقل می داشت گوت خدا خود خونم میبرد که گوالی انم خدا خود تق خشد نه زمینک داریم 400 تق همه خوش شروع بریا کد راست برا کش که علفای مردم نخری حرامه او بوله همه راست برا همه اطرافا که گندم مخور قتل اومد خوره نمیزند. اگر عقل می داشت این نصیحت عمر چیکار میکرد؟ قبول میکرد. ما که خدا عقل داده نصیحت آفریدگار رو باید قبول کنیم. بهترین آفریدگار نصیحت که عقل داریم ما. بعد از این میگه نفس آفرید، گفت نفس، گفت پیشتر بیا، نفس میگه از جاش نجنبید، عقیبتر برو، گفت نرفت. خدا میگه در غضب شد 100 سال در آتش دوزخ سوختش. دوزخ از پیدایش دنیا، های برادرها، از پیدایش دنیا دوزخ جنت همش است. دوزخ در زیر 7م قبت زمین است، جنت در بالای 7م قبت آسمون عرش است. حدیث های صحیح بخون انشاءالله خدا خواهد. بعدی 100 سال برآوردش، میگن فرشته آوردنش، گفت که ای عقل پیشتر بیام، میگه با نجنبید. عقیبتر برو، گفت با نجنبید. گفت عقل تو کی؟ نفس گفت تو کی هستی؟ من کی هستم؟ نفس گفت تو هستی، من هستم. با منی کرد. 100 سال دیگر در عذاب گرسنگی مبتلاش کرد، گشنش پرتافت. بعدی 100 سال میگه برمت، وقتی که الله پرسیدش که ای نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ گفت تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیف تو هستم. برای همین میگه 30 روز روزه چی شد؟ فرض شد. باید که ما انشاءالله همون نفس چیکار کنیم؟ آزارش دیم انشاءالله خدا خواهد. چون که اساسی نفس است. اگر نفس نزورت رسد خدا خواهد همین روزه میداری، نرسد چی؟ البته میخریش. انسان خدا دو نفس داده که عزیزی من، این دو نفس اگر غالب بیایی این دنیا هم آخرت هم نجات میابی. یک نفسی بالای نافی است اینجا داری، اگر یک نفسی چی است؟ زیری نافی است. اگر زیری نافی هم غلبه نکنی هر روز زنا کردن ممکن. همین دو چیز نمیگه غالب بیایی، اگر انشاءالله نجاتی دو دنیا در شما هست انشاءالله خدا خواهد. 30 روز میگه روزه چی شد؟ میگه بعد از این انشاءالله خدا خواهد فرض شد. شاعر میگه ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مؤمنان بوی بهشت. الحمدلله امروز بوی بهشت در مشام ما و شما است. امروز روزه مبارک چپانش گرفت نزد ما آمد. این مهمان است عزیز من، یک ماهک، یک ماهی مهمان است. حرمت چکن ماه انشاءالله، عزت چکن ماه، حرمت چه بجا بیار انشاءالله روز قیامت میشناسد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفتند برای مؤمنان گفتند دو خرسندی است، دو خرسندی، دو شادی است. یکی گفتن نزد افطار، ما خدا خواهد روزه رو میگیریم، بیگاهی چشما گشنه است، بالای میز ما همه این نمودی ناز و نعمت الهی رو میکشید، الحمدلله میکشیم. انتظار اخلاقات بانگ مؤذن میشویم، انتظار انشاءالله فرو رفتن آفتاب مبارک میشویم. الله پرده های آسمون میکشاید است، میگفت از فرشته ها را ای فرشته ها شما گفته بودن که آدم نافرکی، آدم خیلی ناحق میریزد، فساد میکنم. بین امروز فرمانی من منتظر از ترسی من جرأت نمیکنه که یک تک سیبک از گزد، جرأت نمیکنه که یک تک خرما که در دهش اندازد.
از کی ترسیده؟ از من ترسیده. امروز بندم خداوند به نظری رحمت نگاه میکنه. نزد افطار انشاءالله این سنت است عزیزان من. همسرامون گویم، دخترامون گویم وقتی خدا خواهد افطار نیم ساعت پیش بالای میز آراسته کنن، انتظار فرمان الله شد. الله سبحانه و تعالی میبیند ما و شما را، خرسند میشید از الحمدلله به عدد شکر. چین حسن نعمت داری دریغ ندار. این ماه خدا خواهد بچه یکا چی خواهش داره، دخترکا چی خواهش داره مهیاش کن. خدا خواهد مایز خر، بادم خر، پیسته خر برای بچه یکات. انشاءالله گوش کندشو میکن تا اینکه انشاءالله خدا خواهد دارن قوه حاصل کنن، انشاءالله فرمان خداش کنن، انشاءالله روز قیامت نجات میابی بنده خدا. پیغمبری بزرگوار میگن سخت‌ترین عذاب روز قیامت همان کسی است که عائلش به فرمان خدا میموند، عائلش نمازخواه نمیکند، حجاب دار نمیکند، در ماه رمضان شرایط بطون کرده نمیتید، روزه نمیگیروند. بدترین سخت‌ترین عذاب منتظر است عزیزی من. میمونیم. این دنیای چی نیست. دنیا انشاءالله 4 روز است، دنیا 5 روز است، آخر ترک میکنیم اینه میریم پیش الله. این عملهایی که کردیم جواب میتیم یکا یک. دویم خرسندیش گفتن ابو هریره رضی الله تعالی از پیغمبر نازنین روز قیامت بنده از قبر میخسته است، روزه بهترین سنت نزد انسان میومده است. میفتست منو میشناسی؟ حال عارفونی؟ من میدانی کی هستم؟ مثلا میدانم من همون روزه بودم که تو از ترس الهی یک مؤمن حرمت کردی، شفاعتت میکند. دو چیز روز قیامت بغیر از پیغمبرها، بغیر از محمد صلی الله علیه و سلم، دو چیز ادوکت میشود برای شما. دو چیز، یکیش قرآن. انشاءالله قرآن که خوندیم جمعه گذشته درباره صحبت کردیم، همین قرآن روز قیامت شفیع ما و شما میشود، ما و شما را شفاعت میکند. الحمدلله. روزه هم این چنین است عزیزی من، روزه هم روز قیامت انشاءالله شفاعتگری ما و شما میشود. شاعر میگد هر کس که در این ماه دل آزاری کند، نبوی بهشت بیند و نروی بهشت. کسی که در این ماه عزیز من مبادا دل آزاری کنی، اکت خفه کنی پدرت، مادرت، خواهرت، دادرت، همسایت دل آزاری کنی، بوی بهشت نمیابی. میگد بوی رمضان هم مشامت نمیدرد انشاءالله خدا خواهد. عزیزی من اسلام دین دل آزار نیست. ما میگیم که در عرفیت از دل آزار الله بیزار. کسی که انشاءالله دل آزار میشود الله هم بیزار میشود. وقتی شاعر میگه دل به دست آور که حجی اکبر است، یک دل به آزار از هزاران کعبه بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزر است، دین نظرگاهی جلیل اکبر است. عزیزی من خدا دل شما میکنه. ان الله حدیث قدسی خدا میگه ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و عملكم. خدا میگه شما را صورتتون نمیدیده است، مالتون نمیدیده است، $100,000 داریم، بلکه دل شما رهتین سفیدان، عمل شما. عزیزان من دل نظرگاه جلیل است. عملی که خدا خواهد میکنی، خدا خواهد چی خوب و چی بد، همین عمل تا الله میبیند انشاءالله. خدا خواهد الله خدا خواهد نظرش در دل ما و شما است. این دل ظرف ایمان است. عزیزی من پیغمبر بزرگ که دل شما کافر نکنه. تمام اعضا، دست و پای و چشم و گوش و بینی و دهان، وقتی که در بامداد میخستین، ما شما از مرگ میخیزیم، از یک مرده بیدار میشیم. خواه دادر مرگ است عزیزانی من. روز قیامت در جنت مرگ نیست، خواب نیست در جنت.
همه اعضا مراجعت میکرد به سوی دل. ای دل میگفتن اگر تو توری باشی ما توری میشیم، اگر تو کج باشی ما کج میشیم. مراجعت میکردن دل. نه این دل انشاءالله خدا خود درست کن، دل انشاءالله خدا خود ظرف ایمان کن، دل آزاری نکن. پیغمبری بزرگوار گفتن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث صحیح عزیزی من. کسی که میگه ماه رمضان از روی ایمان، از روی امید ثواب، از روی امید رحمت پروردگار اگر دارد، برای رکلام نه، برای خود نشونته، بالا گفتم که برای سلامتی نه، بلکه برای الله اگر دارد، خدا تمام گناههای گذشتگیتون رو مغفرت میکنه انشاءالله. خدا شما بعد یک ماه مثل از مادر چخل که تولد میشین بگناه، انشاءالله همچنان الله گناهتون پاک میکنه. اگر یک ماه پست چکو کنیم داریم انشاءالله. خدا خواهد یک ماه فرمان الهی بجا بیاریم. این امتحان است عزیزی من، امتحان میکنه الله. من در سرطان یک امتحان میکرد، طوری نی که نی روزه همه داریم نه. در تیر ماه یک امتحان میکرد، در زمستان امتحان میکرد، امروز در فصل بهار امتحان کرد. در 35 سال خدا خواهد اگر خدا عمری که 80 سال عمر تیاد، دو باری انشاءالله خدا خواهد میگیرید. دو بار در بهار، دو بار در تابستان، دو بار در زمستان، دو بار انشاءالله خدا خواهد چی در زمستان میگیری، چون که 35 سال دور میزند. اگر خدا عمر تیاد نه، اگر عمر خدا خواهد خلیل باشد، بلکه در 2 فصل میبینی، 3 فصل میبینی که خدا عمر داده باشد، همون قدر عمر کتیم. البته این امتحان است، خدا نگفته است. و اتیستا میگن که این روزه برای اکونومیکای، این روزه خدا خواهد تو داریمی نداریمی، دنیا نعمت بسیار میشه کم میشه، روزه فرضش فرض است. آره نشه. خدا حق سبحانه و تعالی یا پیغمبری نازنین نگفت است که گشنگی شاید روزه تخور، هوا گرم شاید روزه تخور، زمستون خنک شود روزه تخور. دلیل نیست در اینجا. میگیری خواه گشنگی میشه، خواه سیری پری میشه، خواه انشاءالله کم بودی میشه. فرمانی الله میکنی انشاءالله. خدا خواهد با خدا را بکن. در قرآن عظیم شب میگه بعض آدم ها را خدا هم با چی داده گیه انشاءالله خدا خواهد شانس داده گیه. من مسافرم وقتی که سفر میبری حق داری انشاءالله خدا خواهد 5 روز سفر دوام میکنی، 10 روز دوام میکنی، روزت میخری. یا کسایی که زیاد شونده است روزش میخرد، یا پیر مردا و پیر زنهایی است که شیخ فانی میگن وقتی که روزه گیره اگر خودش اداره کردن نتونه، اینا هم اجازت است. حامله دارایی که حامله دارن انشاءالله خدا خواهد برای حامله داریش اگر ضرر داشته باشد روزش، و این هم اجازت است. شریعت چیزی خوب و نیست. خدا همیشه چی است؟ مهربان است انشاءالله. خدا خواهد خدا همیشه خدا خواهد انشاءالله برای ما و شما مشفق است. کسی که نکتانی و خدا خواهد نگیری الا گناهگار هستی. برای یک روز قسم خوردن میدانی 60 روز 61 روزه میگیری. جزاش این است. اصلی توش یعنی روزه در شریعت هو ترک الاکل و شرب و الوطء من الصبح الى المغرب. معنیه امام اعظم رحمت الله علیه در مذهب اهل سنت و جماعت، مذهب خدا خواهد امام اعظم ده، روزه از چی عبارت است؟ از ترک کردن خوردن افقات النون. دویمش ترک کردن چی؟ آشامیدن آب، چون که انسان تشنه میموند بسیار. دویم ستیش. سیوم خدا خواهد بازن یک جای شدن، جماع کردن از صبح صادق تا نماز شام من است. بعد نماز شام مرحمت قوتت باشه انشاءالله. خدا خواهد جاگه خوابیت کردن که با سر روزت دار. این بالکل من گفته که جاش نیست. سوره بقره را خوان انشاءالله. خدا خواهد فقط دا همین دور. حتی میبینید موسی سفیدان اسلام یک شهر داده. من مذهب ما شما ده موسی سفیده که انشاءالله خدا خواهد پیرسالی است، زنش بوسه کردنش در ماه رمضان مکروه نیست، نه که جوانان مکروه است. برای چی؟ چون که پیرکی وکن
حالش تعیین خداخواد برای هم یک بوسه کرد سعی خوش کرد مسجد بیا اگر خداخواد با نور بالای نور بوسه کنه زناتون چه زن بوسه کنن شهر میداری مسجد میاییم سفر میکشه بیا زنم یک تا بوسه هم که من بوسه کنم این سنت است خیر خوش کن لیکن جوانا را در ماه رمضان من کرد از شریعت سبب که به یک بوسه بابام رسا کنه برای با همه برای خدا خواهد برای مسفیدا یک شانس الحمدلله بین عادی است شریعتی ما و شما فقط نمیفهمیم بعد خود یک کوه هاری برای ما و شما نشان بتید کوی یک خودی میگشتگی هاری ششصد و هفتاد و هفتم حدیث عزیزی من ماه رمضان اکثر تو روزه میگیره این سه اعتبار که چون که اکثر عمر ما در بالای تلفن خواب است داریم یکی در ماه رمضان کینای فحش و فاحشه حرام است دیدنش روزت میشکند در کتابی 101 حدیث 677 حدیث نه چی میگه اینا لیس صائم من الاکل و الشرب میگه روزه فقط از خوردن و از آشامیدن من شده نیست فقط نخوردی نه آشامیدی جیما کردی شده کن تمام گفتگی جاش نیست میگه انما الصیام من اللغو و الرفث میگه روزه میگه از کارهای لغو و از فسق و فساد و سخنهای نادرست گفتن روزه گرفتن روزه است میگه باید که روزه‌دار حقارت نکند از دهنش سخنهای فحش و فاحشه نریزد عزیزی من حقارت نکنی انشاءالله خدا نه در روزه بلکه بیلون از روزه هم حق نداری مادر و خواهر و فحش و فاحشه کلماتی حقارت اگر در روزه کنی لیس روزه و روزه نیست میگد دهن هم باید که روزه گیرد عزیزی من چشمات روزه بیند که زنهای لیچه نبینی در تلفنت برای وقت گذرانی بالکل عمرت بالای تلفن خواب نکن بالای قرآن خواب کن من قرآن انشاءالله ختم کردنش در ماه رمضان سنت است اگر همین گیری خدا خواهد اسپر نمیکنی هرچند حرکت کنی اگر یک بار میتونی خدا خواهد شب و روز اگر در بالای قرآن شینی قرآن ختم کردم که الا هم در وقت نمیرسد لیکن تلفن در کینای فحش فاحشه دخترکا بلا بدتر چشمت روزه گیرد گوشت روزه گیرد دستت روزه گیرد پاد روزه گیرد شریعت صدقات فطر بلاردگی است دورمی آخری ماه رمضان شد همون چیکار میکنیم صدقات فطر میکنیم پیغمبری بزرگوار میگن که از صدقات الفطر کالحمامی صدقات فطر شما میگن مثل بانی است حمام است خیلی که آدم میدرد در حمام تمام چیرک تازه میشوید همین روزه هم صدقاتش انمو چیرکای روزت تازه میکنه همدین گاه به غیبت بکنی گاه ها چشمت گناه میکنه گاه ها گوشان گاه ها به وقت میخیزی گاه ها یکی خورده میمونی همین نقصانایی چیه روزه را بود میکنه که صدقات فطر است برای هوای این صدقات فطر همه خورده نمیتوند این صدقات فطر که مسجد ساخته نمیشود کپروک ساخته نمیشود برنیسه ساخته نمیشود این مخصوص هفته خرنده دارد انا اون نمیتیش خدا خواهد روزت خدا قبول میکنه فإن صابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم مبادا میگه به یک جنجال کردی به یک نادان آدم که تی اومد دست به گریبان شد میگه یک تا جواب گو میگه بجای اپتا و خوارتا فلان نیو انا صائمون انا صائمون من روزه دارم گو میگه سکوت کو برا انا جوابی احمقا مبادا اگر احمق اومده به تو دست گریبان شود جوابش این است انا صائمون انا صائم من روزه دارم گو میگه سکوت کو برا کسی که اگر روزه میگیره با از دهنش فحش میریزد روزه نیست من دلیل دارم من حدیث 677 حدیث مراجعت کن انشاءالله اگر باور نکنی میتونی مراجعت کن انشاءالله خلاقت خب
برای همین ما و شما الحمدلله چیکار کنیم؟ روزه رو در وقتش داریم. میگه جنت 4 کس عاشق است. میدونی جنت 4 کس عاشق است، مشتاق است، انتظار است که 4 گروه بیا میگه نزد من بیا. یکیش انشاءالله محترم جماعت روزه‌داران ماه شریف رمضان. کسی انشاءالله خدا خواهد روزه رو با پاکی میداری انشاءالله خدا خواهد پور انشاءالله 30 روز خدا خواهد، گاها 29 میشود، گاها 30 میشود انشاءالله. این حق است. گاها کسر میکند، سالهای میشود 29 روزه میشود، 30 روزه است خدا خواهد انشاءالله. همینه که گرفتی انشاءالله خدا خواهد جا جنت است. دویم کسی نه که محتاج بود از جنت عاشق، کسانی که گرسنگان سیر میکنند. این ماه رمضان ماهی چی است؟ خیر و سخاوت است، ماهی احسان است عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. مبادا روزکشا کنی همین بیچاره ها را گو، همین کمبغلکا را، بیچاره ها را برای بای ها خداوند وظیفه خیر کرده است. نفقه کمبغل ها در بالای بای ها است عزیزی من. مبادا اگر روزکشا کنی الحمدلله یک کمبغلکای محلت بگو انشاءالله خدا خواهد یک روز کم سیر شوند یک بخت. چون اسلام فقط طرفدار سخاوت است. عمر عادل بن عمر 125 دولت نه پرزیدنت میگه در بالای خرما خواب برگگاه خرما در تش یک چپان داشت، 12 یماق داشت. ولی ما شما خیلی چپان ها پشت سیم با ندوال نیم بیچاره نداشت. بعد پاشای میگه آذربایجان میگه یک مخصوص حلوا میفرستند، حلوا مخصوص. این سیوم وزیری کی؟ محمد علیه السلام میفرستند. میگه میآید مدینه میکوبد که کجا خونه یک زیبا باشد. حضرت هیچی نداشت. گفتن همین عمر در کجا باشد؟ گفتن عمر آن زیری خرمان در بالای خواه بس بیچاره. بعد برفتن که بیچاره حیران شد، گفت که اینو 125 دولت نه پرزیدنت انشاءالله جای خواب شدی، نه دچه دارد، نه در بانک ها شویتزاریا تیلا دارد، نه پول دارد، نه در دبی خانه دارد. مثل امروز راهبرای ما شما در راهبر شد، در راه چکار میکند؟ انشاءالله دبی فکر میکند. در راه خدا خواهد 10 ساله زندگیش فکر میکند. بعد شیخ ماشین میخرد بانوی اچهش و خاله و باش تمام سه گرفته زیر کار میموند. بس سلام داد، میگه السلام علیکم و رحمت الله برکاته. و علیکم السلام. گفت بچه جان بیا. گفت چی اومدی؟ گفت همین حلوا آوردم. گفت حلوای تر. حتی از کجا اومدی؟ گفت من از آذربایجان اومدم، همین حلوا را فقط شاهی آذربایجان میخورد، دیگه هیچ کس نمیخورد. حضرت عمر یک جواب داد، قسم به خدا گفت اینجا مردم گشنه بسته و عمر حلوا خورد. مردم در اینجا گفت محتاجی، گفت نام بسته و عمر از گلونش حلوا گذارن. قسم به خدا گفت رفتم شاته گفت اگر دویم بار تکرار کنه کلش میگیرم. رفته بر حلوا بیچاره کنته. انا راهبری دین، انا اسلام، انا اسلام راهبردارش. مثل امروز راهبرای ما شما نیست طلا و تاراج کنند. بیچاره کمبغلان امروز حکومت جناب عالی پول برآورده دزدیده خورده سیانش. ای خدا نمیترسن. ولی خدا خواهد این عذاب دوزخ میخوری. ولی محکمه سود الهی نه جواب میدی. حقیقت لذت برد بر قامت، گل و گیر باشد روزی قیامت. روزی قیامت گل نکتم میگیره انشاءالله. ولی دنیا لذت میبری، لذتی خدا خواهد انکرو سوار میشوی، جیب سوار میشوی، فقط تو را سوار میشون کم بغل روز قیامت انشاءالله. نزدی محکمه سودیش نباید میبینی ولی احوال تا خدا ترس. حق گذاری کن در این دنیا. تلخی جان کندن از مال مردم میشنست عزیزی من. بزرگی گفته است دانه گندم از سبزه زمین می شود
تلخه جان کندن از مال مردم می شود. خدا خواهد 2 ماه و 3 ماه جون تا میکنه، ولی انشاءالله حقیقت خوردن گیر جان تیز نمیتی. الله نگه داره. بعد میگه شاعر میگه پرهیز کن از حال مردم. ای دوستی خدا پرهیز کن که در پیش عذاب سخته. ولی الله نگه داره انشاءالله. خدا خواهد ما و شما هم خدا خواهد از این نفسی بدبخت، از این نفسی اماره، ما هم انشاءالله همچه اگر راهبری انجستیم. خدا نگه دارد که دنی مالی مسجد نخریم پگه جواب تیم. ما هم جواب میتیم مالی مسجد هم مالی شماست. ما اگر ناجویه صرف کنیم، ناجویه حرکت کنیم، ما هم جواب میتیم انشاءالله. و زده میبرد روز خدا خواهد دعوا میکنین شما از بالای ما. الله نگه دارد عزیزی من. آدم این گرسنگان سیر کن انشاءالله خدا خواهد. و یکی میگد باز سیومش زبانش از چی؟ از انشاءالله خدا فحش و فاحشه نگه میداشتگیارم جنت مختار بدست عزیزی من. جنت عاشق شما هستن انشاءالله. کسی که در دنیا انشاءالله زبان شیرین دارد. اهل دوزخ 4 نفر نمود دارد. یکیش دوزخیاش زبان میگه فحش دارد، فاحشه دارد، از زبانش میگه مردم آزار میتید. الله نگه دارد انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی بینین در جنت برای شما الله یک دروازه دارد، روزه دارد. دلگیر نشین. الله ده پیغمبری بزرگوار گفتن این فی الجنت باب یقال له الریان لا یدخلون الا صائمون فی شهر رمضان. روز قیامت برای روزداراش الله سبحانه و تعالی علاهده یک دروازه است، دروازه ریان. گفته که دروازه نه شما داخل میشید. ابو هریره حدیث روایت کرده. ابو هریره گفتن روز قیامت ندا کرده میشه که این الصائمون من امتی محمد صلی الله علیه وسلم. کجا هستن اون روزدارای امت محمد؟ همه روزدارا لبیک گفته میخواستن ما هستیم بیای مفته بیای جات دروی. لا یدخلون یگان دیگر کسی ره نمیدادیم. دیدین برای شما مخصوص الله سبحانه و تعالی یک جای تیار کرده است. جا تو امروز شدست است. وقتی که روزه را میگیری خدا خواهد برای شما قصر میشود، برای شما انشاءالله باغ‌ها میشود. ابو هریره حضرت پیغمبر دیدن که مثل ما شما امروز بهار شده است، درخت کاری دست است، کوچه هاشن خانه هاشن زیبادن. گفت که یا عمر گفتن یا ابو هریره گفتن آیا من گم یک کاری که اگر همه کار کنی برای تو در جنت درخت میشنونن. گفتن چی است یا رسول الله؟ گفتن که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بگو گفتن با کلمه مجرد تمام کردنت با فرمان الله فرشته ها گفت چیکار میکنن؟ درختت میشنانن، باخت زیب میتین انشاءالله. خلاقت از این کلمه نمون. دائم کلمه را ذکر کن، دائم سبحان، دائم به یاد الله باش. پیغمبر بزرگ شب معراج دیدن که در جنت قصر ساخته است. فرشته ها یک دم گرفتن. حضرت جبرئیل برادرش و قطی بود، چون که رسول الله شب معراج سیر آخرت تمام همش نشون دادگی الله. جنت دادش، دوزخ دادش، نشونش داد. دوزخ خبر دادگی که کار کنی دوزخ میری. حق و راسته، کسی که این کار میکنه کافر میشه. گویی که دوزخ دروغه، این عذاب دروغه، گویی جنت دروغه، گویی خدا نگه دارد. به یک دهن کلمه ایمان تمیتی، به یک دهن کلمه ایمان از دست میتی عزیزی من. خدا نگه دارد. دیگه دید که فرشته ها خونه ساخته سیان، یک گشتش از طلا، یک گشتش از نقره. سوره الرحمن تفسیرش خون زیباگی جنت تمام. دخترای هایی که میگد ولم یطمثهن انس ولا جان. خدا میگه که روز قیامت همیشه زنها من آفردیم که نه انسان نه جن را کپیدگی.
مثل شما شوکرگی دخترها نیست، بیوه نیست و یا ارگینال دخترها هستن انشاءالله. مگر برای مردهای مسلمان خدا 70 دختر میتید، دلگیر نشه. این مکافات نبراش از خدا ترس در این دنیا. برای مکافات سزاوار شدن فرمانی آفرده ایتا بجا بیار انشاءالله. خدا خچی است در پیش از مکافات. برای این وقت هم شد است انشاءالله. خدا خواهد در آخر به یک غزل صحبت امروزه با پایان میرسانیم. الحمدلله خدا خواهد امشب همه خدا خواهد ازبکستان زمین در ترابی می شود انشاءالله. خدا خواهد ترابی ها سر شد، چون که پگم ماهی مبارک انشاءالله. خدا خواهد دویم تسلا همه پگه روزه میگیریم انشاءالله. خدا خواهد خدا اگر فرصت یا نموریم تا سهره انشاءالله. خدا خواهد امشب ترابی می شود. خیلی که ما وعده کرده بودیم که در مسجد ما هم ختم قرآن میشدگی بود، افسوس که قاریمو بیمار شده است. الحمدلله یه گپ زدم گفتن سرم از در نمونده است. انشاءالله من با قاضیت مراجعت کردم انشاءالله. خدا خواهد 15 روز آخرنده قاریان میان انشاءالله. خدا خواهد این 15 روز خدا خواهد با قاری خدا میگذرونیم. الحمدلله امروز قاری خدا ما هستن 3 پاره و 5 پاره تیار کردگی باشد. امشب هم از صف میزنی از سوره بقره کشیده خدا خواهد چند پاره بدونی نوبت که دیگه گذشته میگیری خدا خواهد انشاءالله. چی مایده کسی کلون هستی فرق ندارد. تیار میشین امسال خدا خواهد. من یک ماه است برادر وظیفه دار که بودم که قاریات تیار کن. الحمدلله تیاری میگن. خدا قوت تو تیا خدا خواهد انشاءالله. 15 روز با قاری خودمون مشق میکنیم انشاءالله. 15 روز آخر انشاءالله خدا خواهد قاری اومده چکا میکنن البته ختم قرآن بشه. اگر علاج نباشم از دیگر قاری هم استفاده میبریم. من در پیش میشم، چون که یک بار قرآن ختم کردن فرض سنتی پیامبر است علیه السلام. این فیض است، برکات است انشاءالله. خدا خواهد من امشب انشاءالله تمامی روی دنیا که انشاءالله مسجد ها هست بلبلای محمد امشب چق چق میکنن. بیا خدا خواهد در تراوی با یک محبت بس. این غنیمته. تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. تا سوال دیگر کی مرده کی زنده انشاءالله. خدا خواهد ما همه شرایطات رو آماده میکنیم. برای بیمارها انشاءالله ستل تیار میکنیم. دلگیر نشو. نتانی یا باز داده خون خواه رفته خون اجازت میتیم اگر عذر داشته باشیم. مرحمت امشب انشاءالله خدا خواهد 1 ماه ما در خدمت شما هستیم. چی انشاءالله کمبودی ها باشد میتونید مراجعت کنید انشاءالله. خدا خواهد ما در خدمت شما هستیم. ما یک خادمی خدا خواهد مسجد ما امام نیستیم. ما یک خدمتگار در راه الله هستیم. الله مناسب دیده است. من شکرانه میکنم که با شما هر هفته هم صحبت میشم. با شما عزیزان تماس میگیرم. با شما عزیزان امتای محمدی هم صحبت میشم. الحمدلله تا جون دارم در اسلام خدمت میکنم. پیش الله وعده میتیم خدا 5 سال دیگر عمر دارم 1 روز دیگر دارم 1 سال انشاءالله خدمتی الله بجا میارم. خدا را دوست می‌دارم، محمد را دوست می‌دارم. و الله بندم گفت دمی مردنم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کتی جان تیم. این فخری ما و شماست. الحمدلله دائم ذکر کن، دائم در یاد الله باش انشاءالله. خدا خواهد الله مهربان است. یک غزل است انشاءالله قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران خوشا بر حالتون عرش آن در حسرتی اقبالتان. روزداران ای خوشا بر حالتان عرش آن در حسرتی اقبالتان. روز تکلیف برای انبیا ترک آسی بندگی فخری ماست. روز تکلیف برای انبیاست ترک آسی بندگی فخری ماست. شأن هر مومن نباشد این مقام
شما باشد سلام. شأن هر مومن نباشد این مقام. مسلمین پس بر شما باشد سلام. صف به صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها براید از بویتان. صف بر صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها برن از بویتان. روز بو میکنی، حتی ای که بوی دهنی ما و شما نزد الله هم ده از عطر و مشک و عنبر نه بالا میستاده است. انسان که کار کنه تش نموند بوی سوختگی میبرد نزد مردم، نیکی نزد الله چی برست؟ از مشک و عنبر هم بالا میستاد. انشاءالله خدا خواهد هر بوی خوش میکنی الله راحت میکند، فرشته ها راحت میکند. صف صف در تماشای ما شما است. انشاءالله وقت هم شده است عزیزی من.